بابا ها همین امتحانم خلاص شده، مرم بده ببره به خونه عمه من. ایتنه باشه که همی پیرم و مادرم بیایه. خب اونا که آمدم جا به جا شدم، باز ما و شما میریم چند شب به مله کردن. نمیگذارم اونا که بیایم ما رو دیگه. اونا که بیایم ما بریم کارا خونه رو که میکنم. بابا خود نهستم، ما و شما میریم چه خط خور میزنیم. دل جمع باش، به بالی نمیشه، راه نداره. چیکار میکنیم پیر دختر؟ هیچی، میگه بریم بدی. میگم باشه که مادر پیرم بیایه، بعد از اون میریم بدی. من نگالی حاضر شدم، ما برم به مکتب. خب ها شما یک دست کمکی بشیم دیگه خودم. خوب صرفا شویه. چی میگی؟ من خودتو دست کمک شو؟ تو نمیفهمی آخه، ما هرچی نکنی باز غیرت ما رو اجازه نمیده. من مگرگ از پیر خدا رو مظرف نمیده. چوب کو به پیش پیر مادر هم که خوب بلبل زبونی میکردی. حالی پیر مادر تو نیم بفهمیدی هم هر چی نمیگم از خونه میفهمه. بگم چی اعصاب خو خراب کردی بابا؟ همین اعصاب خرابی نقص داره با آدم. اعصاب خرابی نقص داره؟ بخی دختر گلمه، بخی تو برو درس خوب خونک. باشه مادر. برو دختر. میگم زن اعصاب خور خراب نکن. همین زنی که میگم ارث جوش بخوره روی چروک میفته. آخه ندیدی که پیرم چی گفتن؟ یک ذره زنزلین نباش. خوب گپی گفتی. صبر کن تو همینجا صبر کن. بیا ها همجا هستم. بیایم چه کار میکنی؟ تو خیال کردی کینی هر کی می باش. کینو ها؟ ای جرو فهمیدی با زنزلیلی و اینا رو به تو نشان میدم. جرو چه کار کنم؟ ای جرو صبر کن. من به زبون خوش به تو گفتم تو نفهمیدی. انالی اول میری زرفار میشوری. زرفا دیشه و نشویه به تدس شور به دواش بسخون. زرفار میشوری؟ بله یا زرفار میشوری. پیالا صبح که چای صبحانه خوردیم اونا رو میشوری. تا اتاقار یکه به یکه اینا رو جرو میکنی. بفهمیدی؟ جرو میکنی. همیت جرو میکنی که روغن بریزیم بگره جمع شه. تو چه کار شده؟ چون که دارم گپ میزنم. اگه به کار باشه که من دارم کار میکنم، من دارم به مکتب میرم. من از اونجا از صبح تا چاش میرم اونجا هفته که لفته به 4 میکنم. اینجی بریم پر میزنه که زنزلیلی لا اله الا الله محمد رسول الله. تو دیگه بخون من انت اعصاب من خراب کردی که دیگه هیچی. ای جلو ای تو ای خونه دمی که آمدم. اگه ای کارا نکرده بودی، اگه کارا خونه حمل نشده بود، به خدا قسم باز ببین روزگاری به سر تو بیارم که بگره مرغای آسمان به حال تو گریه کنه. بفهمیدی؟ حالی نه پیر تو نه اونی هم مادر تو. هر چی نمیگم از خونه میفهمی تو. بخی دیگه. ای خدا بابا آخه تو چه کار کردی؟ آخه من جرأت دارم که نترسم. آخه تو نگاه کن که کارایم که مربوط به خودی میشد همونا رو هم مثل جارو، رخشویی، اتوکری، تا خونه جارو کردن. خدا بابا همین غیرتت به من نمیگفتی چه کار میشد که میگفتم من پر رفتم میگفتم من شیری و منو لگی خونه ها جارو کردن. ای خدا خدا ادا چه کار کنم خدا. ای خدا آدم غیرتی باشه خوبه، اما از روز اول که نبودم ولی چی فایده داره. بگم خدا تو پیرت چه کار کنه. پیش از این چند روز همین یک لافه که زدم ان روزگارم سیاه شد. تا شم مگر جارو کشی کنم، رخشویی کنم، اتوکری کنم، جاهار مرتب میگه به جای بچی. یعنی اگه هر روز جارو کشی به من افتاده دیگه هیچ کاری هم نمیکنه مگر مدام مگر جارو کشی. بابشتنی مبارک باشه به چه کسب نه. بابا من چون همین جادو که اینجا پرتاب کرده بود من ماستونور دارم ببرم مثل جای بخزارم. جادو میکنی به چه؟ نه من چون کی همین جارو به همینجی بدم دست من بگدشته بود من ماستم ایر ببرم به 100 جای بخزارم. چی رقم زندگی ما همین تا شما رفتیم گفتم گل و گلزاره همین تنه نه با تو بشی به چی به زندگی گل و گلزار میشه. بله خب دیگه شعر استاد دیگه همین گفتم دیگه شما دل جمع باشیم خونه و زندگی را میته به نفع حسنه بچر خونم. و علیکم السلام. شعر میدی دگاه
بله همه تو چون کی آورده بودم این جارو رو هم دم دست بگیدش عروسی جارو تو آورده بودی پتو که اینجا با چه جارو کش بکن ایده است خسر جان خوشو جان هی به چشم ما یک لافی زد خب رفت که به سرم سیاست کنه خب من برای او از امون روز دیگه گفتم مگه تا خونار جارو کنی دیگه تا خونار جارو میکنه ظرف برفار میشوره دست اینا در نکنه رختار میشوره خود زن خاک بم سرتو تنه تو و خاک خدا تو به وزیر تلر میکرد به من واخد نمیده نحسن بابا به چی بلا افتاد من دست از هم ظلم میبینم من دست شما آخه چیکار کنم از روز اول نتونستم این درست برسونم همون چیزی که لازم بود بعد این میفهموندم حالی نمیتونم هر کاری میکنم سیاست کنم خنده میگیره باز میبینم این زور میشه خب واقعا که بچه تو چی بگو به کی بگو سیکو زن همون وقتا قدیم به وقتی که به سمت سیاست میکردم تو به خدا اشته میترسیدی نمیترسیدی نه ای مرد این هم از خسر جان لافوق ما مادرم شیری بوده همین گپ مالی مونده بود که تو بزیدی به جلو روی بینامد به یک مرد بقیدی کردی سیکنی خیلی بودگر بچه تا به خود تو گفته بابا اشتنیم بابا شکر بابا ماما چرا عرق کردم عرق کردی من خجالت بکشم عرق کردم خب بی پدر لدو یک دفعه بوده که اگه گفته نه نمیترسم همیشه ایت نبوده خب خدا صدام بالا میشد بند به بند از اینا میرسید این کال یک دفعه نفهمید زبونی اصلا نمیفهم چه کار شد همین الده بگو که پیار شما همین که آدمی بیده همینطور مفاید گرفته خواهمی گفار بزن بگیره رو از اینا که عروس تو فرجه نیافه راست میگم نه بگو راست میگم نه از اون دم که بارد پیشاد چی رقم بود صدا بالا میشد باور کن مکیونا تو خون میرم یه حال میگه گوی وقتی به خوک نمیترسم یادم بود چند وقت زن گرفتم میفهمم آخ بلای جون گرفتم یادم بود وقتی اومد به خونه میفهمم ایشته شد در خونه بگو من از کجایو از کدو خوبی آیو بگو من از کجایو از کدو خوبی آیو یادم بود چند وقت زن گرفتم میفهمم بلای گلجو خورکمه گرفتم یادم بود وقتی اومد به خونه میفهمم ایشته شد در خونه بغض خوندن نکن نیپا مرد چکا کنم؟ بمونده شدم به خدا دیگه کمرم پاهم همه درد میکنه عروسم برفته به مکتب همین تخونه جارو کن چی گفتی؟ تخونه جارو کن تو نشر میدی می گپ گفتی؟ نه چرا بشرم یعنی به خدا ما مالی 1 کیلو عرق کردم می گپ تو شد کدی عرق کدی آخه تو میفهمی که من اکدو نسلم اکدو نسلم اکدو نسلی من نسل قدیمم نسل قدیم هیچ وقت خد زن خواهد تا کمک نمیکردم ای برو بوم خور نسل قدیم خود برو بوم بخی چی بخزم؟ بخی جارو کن از این بیتر امال همیجی قبری بکنی مر بزیر کنی بیتر نکی بزیر کردم بخی جارو کنه بتونم خیلی پر میری همی عرصا به پیش منیه نگه با تو نشون میدادم قربون همو عروس برون که بچه مرا رم کرد آفری یعنی زن چری تا گپا دل سردی میزنی همون مردمان قدیم کی خیلی زن خوب کار کردن که من نفر دیو میباشم آخه من از نسل قدیمم بخی پس این کارا نمی کنی برو همو گوه بدوش بیا که شیرای خودت تو صبحانه بخوری تو گنسی زن به خدا نمیفهم تو چه کار شده چی گپه من از کجا گوی بیارم با بدوشم ببین که تو قدیم هم کار میکردی یعنی گوه میدوختی بخی تا جارو ور نجیشتم بجان تو نزدم بخی جا نمیفهم به خدا خدا تو چیکار کن یک دقیقه هم گپا میزنی داکه باز جارو ور دارم میفهمی دیگه یعنی مال به قدیم من گوی میدوختم ای خدا دست تو زن به سر پیری تو سکو به سر ما تخونم شاید جارو کن پاک بس کن
به 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 خسرو جان مونده نباشین. سلامت باشی. ببین جارو خوشی تو مثل سیخای مرخ چی رقم گفت تگمی تیار کن. بابا چه کار میکنی؟ هیچی جارو مادر تو تیار میکنم بابا. جارو مادر رو تیار میکنه؟ خشخش جارو حتی زینا ما وقت بگیدم که جارو میکنه. هم جارو به خشخش خونه میارزه. خب من وقتی تیار کنی خشخش هم داره دیگه به چمه؟ خب غمی نداره آخی. خسرو جان غمی نداره. مرد بگره کارم بکنه. خودی زن خوب دست کمکی هم بشه ای که گپ بینیه. راست میگم نسل قدیم کار نمیکنم، نسل قدیم جارو نمیکنم، به حرف زن خور نمیکنم، نسل قدیم من هیچ کاری نمیکنم. اشته شد بابا. چه کار میکنم؟ ورزشیه دیگه. یعنی اگه گاهی وقتی پدر نالت خودی مادر تو دست کمک شبی بده ها؟ خودی مادر دست کمک جارو کشی کنیم ها؟ من که جارو کشی میکردم که من بکشی ملت زده. چه خسر به متعنی و تو قرمه گفتیم اشته شد داره. میگم جارو مادر تو ای سیخای مفتم همین تایی که تیار میکردم یه خشخشی هم برای انداختم هم جلو رو جارو رو دستی بزدم گناه خونه میگم چرا دیوار گل بری پاکه هیچ کس هم به خونه نیه. پس کی پاک کرده؟ آخه دمی که ما رفتیم گینه هم لبش بود. الهی که بگم تو زن چه کارشی که این نسل قدیم رم تو می منقرض کنی.